کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشان شعبه مهندسی و تکنیکی ترکنده ریاست خدمات مخصوصی جستجویی و نجاتدهی این کمیته همراه با متخصصان وزارت مدافع تاجیکستان با مقصد حمایت اهالی و رانندگان از خطر سنگریزی در حدود دهه عمرک جماعت قلعه خم نویه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای مخصوص مهندسی و ترکشی انجام دادند. این عملیات در عموم 10 روز دوام کرده در نتیجه آن تعدیل سنگریزی که جانب سنگ‌های بزرگ از قله کوه کنده شده برمی آمد برطرف کرده شده است. مساحت این سنگ‌های بزرگ از کوه کنده شده 950 متر مربع بوده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت سنگریزی یک تهدید جدی به زیربنای نقلیاتی مناطق کوهستان و کوهدامن به شمار می رود، به خصوص در شرایط تاجیکستان که بخش اعظم قلمروش را کوهستان تشکیل می دهد و راه‌های زیاد ماشینگرد در مناطق کوهستان ساخته شدند. به این دلیل مسئولان راهداری از نهادهای نجات بخش جهت پیشگیری از آفت‌های چون سنگریزی باید پیوسته دست به کار شوند.